با این مستطیل یک کراپ تاپ بدوزم. دقت داشته باشین پارچه توی این کار حتما باید کشی باشه. اگه پارچه شما خیلی نازک باشه اندازه این قسمت رو حدوداً 40 سانت میگیرین که دلاش بکنین و برای شما 20 سانت بشه. به این شکل دلا میکنین و یک قسمتش رو میدوزین و برمیگردونین به طرف داخل که حالت تمیزدوزی لبه تاپ انجام بشه. اما اگر چنین پارچه‌ای هست که ضخامت داره و خیلی بدن دیده نمیشه میتونین از یگلا استفاده کنین. من الان این قسمت ها رو حالت تمیزدوزیش رو انجام دادم ولی با ظرافت که خیلی دیده نمیشه. مرحله بعدی فقط در این قسمت یه نوار پهنی رو ما باید تو بزنیم حدوداً 6 سانت، بین 5 تا 6 سانت، باز هم بستگی به ضخامت پارچه‌تون داره، در نظر میگیریم و تا رفت کارمون رو انجام میدیم و دوختی از این قسمت براش در نظر میگیریم. قسمت 3 سانتی رو که دوخته بودیم قرار هست در قسمت وسط قرار بگیره. این رو من در این قسمت قرار میدم و بقیه قسمت دور بدن میچرخه. اگر که دوست دارین قسمت پشت کارتون کمی بلندتر باشه این قسمت رو تا 30 سانت هم میتونین در نظر بگیرین. این رو من در اینجا کاملا ثابتش میکنم. میتونین برای اینکه این پارچه به طور کامل باید از توی این قسمت در بیاد میتونین از پنس‌های که برای نخهای سردوز هست استفاده کنین. این رو کامل به این شکل از تو این من در نظر میگیرم براش. بعد از اینکه این پنس کاملا از داخل این رد شد نوک این قسمت دیگه ای که داشتیم رو کاملا در این میدیم و به طوری که باید از داخل این قسمت رد بشه. این قسمت شاید کمی براتون سخت باشه و این رو به این شکل از داخل این میکشیم. من اینو سوزن زده بودم ولی بعد از اینکه کار کامل میشه نیازی به این سوزن ها و دوخت ها نیستش. خب این رو میکشیم به طرف بالا و این چین رو میتونین تنظیم کنین. حالا در نظر بگیرین بعد از این قسمت با این قسمت اضافه ما کارهای مختلفی میتونیم انجام بدیم. به 3 حالت این رو میتونیم داشته باشیم. حالت اول میتونه بیاد روی قسمت شونمون قرار بگیره، این قسمتش پهن باشه، کج بشه و بیاد اینجا در نظر بگیرین. قسمت اضافی رو قطع کنین. حالا من الان میدم در زیر این قسمت کراپ تاپ قرار میگیره ولی شما میتونین قیچیش کنین و دوختی در این قسمت داشته باشین که به شما این حالت رو میده. حالت بعدی که شما میتونین داشته باشین میتونه این به همین شکلی که هست. اگر این قسمت ها خیلی براتون حالت لخت داره یا دوست دارین پوشیده تر باشه برگرده کامل روی این و بیاد روی قسمت دستتون قرار بگیره و دوباره در پشت قرار بگیره یا همینطور در قسمت زیر حلقه قرار بگیره. حالت سومی که میتونین از این قسمت داشته باشین به این شکل بیاد و از روی سرشونه دیگه‌تون رد بشه، یعنی کاملا مخالف جهت اول و به این شکل کار شما قرار بگیره براتون. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگر سوالی داشتین برام کامنت کنین تا سوالاتتون رو جواب بدم و حتما عضو کانالم بشین.